از بانه تا اورامانات اومدیم تا جادارترین و بزرگترین یخچال داخل بازار ایرانو تحویل مشتری بدیم و برگردیم. مشتریمون میگفت 1 ماه کل بازار و یوتیوب و سایت خارجی و حتی هوش مصنوعی و زیر و رو کردم تا آخرش به این مدل یخچال رسیدم. رفتیم یکی از انبارامون که فقط یخچال دوقلوی سامسونگ داخلش هست، به گفته مشتری که خیلی حساس بود سالم ترین پک و کارتونش رو براش انتخاب کردیم و به مقصد حرکت کردیم. اولین شهری که ازش رد می شدیم مریوان بود، بعد از اونم مسیر جالب کوه تتو و پرفراز و نشیبش. اینجا هم نمای قشنگی از اقلیم کردستان عراق که شهر حلبجه و روستاهای دور و برش هست. حتما بهتون پیشنهاد میکنم تو فصل تابستون به این مسیر اورامانات و تته یه سفری داشته باشید، چون واقعا آب و هواش خیلی خنکه. در حال تحویل دادن یخچال به مشتری بودیم که این پسر بچه کوچیک مشغول این بازی جالب بود. شما به من بگید تو کامنت ها تو زبون محلی شما به این نوع بازی چی میگید. اینم از رضایت مشتری عزیزمون. یخچال با این کیفیت با آپشن های خوب برام معرفی کردن و فرستادن، صحیح و سالم امروز تحویل گرفتیم که ممنون از این دوست عزیزمون جناب آقای کریم‌زاده. مبارکشون باشه. شما هم اگه میخواید جنس اورجینال و مشاوره درستی داشته باشید حتما پیج خانه بش کریمزاده رو فالو کنید.